یک خط افقی روی کاغذمون میکشیم. از اون خط 4 سانت میایم پایین. 4 سانت و یک خط دیگه در موازات اون میکشیم. خط جدیدی که کشیدیم خط سرشانه هستش و خط بالایی خط گردن. خب این یک خط سیبیمون رو رسم میکنیم و تا پایین امتداد بدیم. قسمت مقابل یعنی برای قسمت پشت هم به همین شکل و تا پایین امتداد دادیم. خب از خط سرشانه به اندازه از خط گردن به اندازه 8 سانت جلو میریم و علامت میزنیم. در قسمت مقابل هم به همین شکل 8 سانت علامت زدیم. روی خط سرشانه‌مون یک سرشانه کامل رو ما باید از قبل اندازه بزنیم. یعنی از ابتدای یک سرشانه تا ابتدای سرشانه دیگه اندازه میزنیم و اینجا 1/2 یعنی نصفه. 1/2 سرشانه کامل به علاوه 1 رو علامت میزنیم. برای قسمت پشت هم به همین شکل. 1/2 سرشانه کامل به علاوه 1. برای قسمت پشت هم به همین شکل 1/2 سرشانه کامل به علاوه 1 علامت زدیم. خب حالا میایم از خط سرشانه به اندازه قد بالاتنه جلو پایین میایم. قد بالاتنه جلو برای افراد نرمال 42 هستش. 42 رو پایین اومدیم، یک خط رسم میکنیم که این شد خط کمرمون. فاصله خط کمر و خط سرشانه رو نصف میکنیم و این میشه خط کف حلقه یا همون خط سینه. دوباره فاصله خط سرشانه و خط کف حلقه رو نصف میکنیم و این میشه خط کارورمون. خب روی خط کف حلقه به اندازه 1/4 دور سینه منهای 2 میکنیم چون پارچمون خیلی کشی هستش. برای قسمت پشت هم به همین شکل. وقتی پارچمون که کم کش میاد یعنی ما روی بالاتنه کلا به این شکل هستش که به اضافه 2 میکنیم اندازه ها برای آزادی، ولی ما اینجا آزادی نمیخوایم بهش بدیم، پس باید منهای 2 بکنیم. ولی اگر یک کمی کش داشت میتونیم به علاوه 1 بکنیم. یک خط عمود کردیم برای قسمت پشت هم به همین شکل. این خط رو به 3 قسمت از روی خطی که روی سرشانه علامت زدیم. حالا ما میخوایم حلقه آستینمون رو رسم بکنیم. برای قسمت پشت به این شکل پای میایم، تو دو قسمت اول رو پای میایم و قسمت آخر رو به این شکل هلال میکنیم و اینجا هم سرشانه هستش. برای سرشانه قسمت جلو 1.5 سانت جلو میایم. تفاوتش با پشت فقط توی همین 1.5 سانت هستش. به این شکل هلال میکنیم و به کف حلقه وصل میکنیم و سرشانه رو هم رسم میکنیم. روی خط کمر هم به اندازه 1/4 دور کمر منهای 2 جلو میریم. برای قسمت پشت هم به همین اندازه. و از خط کف حلقه از کف حلقه به خط کمر وصل میکنیم با خطکش. به این شکل. خب قد بلندی باسن رو هم که همون اندازه نرمال 20 هستش روی الگو مشخص کردیم و به اندازه 1/4 دور باسن منهای 2 برای قسمت جلو و پشت اندازه میزنیم، ولی ما صاف اینجا رو به هم وصل نمی‌کنیم و یک هلال کوچیکی بهش میدیم. میتونیم هم از خطکش استفاده بکنیم و هم با دستمون هلال بکنیم. به این شکل یک هلال کوچیکی بهش دادیم و صاف نمیایم. خب این یک الگوی بالاتنه کامل هستش. قسمت سرشانه رو هم 2 سانتمون رو اومدیم پایین و وصل کردیم. برای جلو هم وقتی میخوایم یقه گرد درست بکنیم به اندازه بازی یقه میایم جلو و یقه رو طراحی میکنیم. این اولین مدلی هستش که ما میتونیم با این الگو برش بزنیم.
ولی ما توی خود فیلم اگر دقت کرده باشین یقه بسته بود و یه تعدادی دراپه ریز روش ایجاد شده بود. ما حالا میخوایم یه کاری بکنیم که الگومون اون دراپه ها رو روی پارچه ایجاد بکنه. از روی 2 سانتی که پایین اومده بودیم به اندازه 4 سانت بالا میریم. روی قسمت گردن هم به همین شکل 4 سانت بالا میریم و خط گردن جدید رو وصل میکنیم. اینجا برای سرشانه هم میتونیم صاف بیاییم و هم میتونیم یه هلاله ریز بهش بدیم. برای قسمت جلو هم به همین شکل. از روی خط گردن اندازه ای رو که ما بالا رفتیم از روی 2 سانت که همون 2 سانت میشه بالا میریم و یک خط افقی رسم میکنیم. تقریبا بگم حدودا 9 سانت میشه. تا حدود 9 سانت جلو میریم. چون یک مقدار میخوایم یقه آزاد بشه. و از اونجا دوباره سرشانه رو به هلال ریز با یک هلال ریز وصل میکنیم. این برای اون یقه بسته است. حالا اگر حلقه رو دوست داشته باشین میتونین به همین شکل حلقه‌ای برش بزنین، ولی اگر توی فیلم دقت کرده باشین از روی سرشانه پایین اومده بودش و ما اینجا 3 سانت از سرشانه پایین میایم. قسمت جلو 3 سانت و قسمت پشت هم به همین شکل 3 سانت. یعنی سرشانه رو امتداد میدیم. و به همین شکل صاف به کف حلقه وصل میکنیم. یک مقداری پوشش حلقه بیشتر میشه. دقیقا این چیزی که ما توی فیلم دیدیم. یک دراپه های ریز ظریفی قسمت جلو و پشت ایجاد کردیم. حالا برای قسمت گشادی دم دامن ما این خط رو امتداد میدیم. اینجا قد دامن هستش بچه، هر قدی که بخوایم میتونیم بهش بدیم. بالای زانو، زیر زانو، خط پشت هم به همین شکل امتداد میدیم. و اینجا 1/4 دور حالا زانو، ران هر جا که هستش رو علامت میزنیم. میتونه دور ساق پا باشه ولی اینجا چون قدش کوتاه هستش دور ران میشه. میتونیم هم به صورت تنگ درش بیاریم و هم به صورت صاف بیاریم پایین، یعنی پایین به شکل راسته در میاد. برای قسمت پشت هم به همین شکل 1/4 رو علامت زدیم و وصل کردیم و هم میتونیم صاف بیاریم و به همین شکل هر قدی که خواستیم میتونیم به دامنمون بدیم. این الگو تقدیم شما. اگر دوست داشتید این آموزش رو برای دوستانتون هم بفرستید.